این تاریخ قدیمی ها رو بذار جلو، تاریخ جدید رو بذار پشت. آقا یه رو بهم میدی؟ خیلی بد گفتی. آقا یه نوار بالدار میدی؟ بالدار الهی ببینم خوردی به تعطیلی. اینم مهمون باباش. نوشابه هم خانواده داره ولی یک سری نه. همین آقا جنسا به چه قگیرون کردی؟ چی شده؟ پسر محمد 100 ماسک خرید، 2 تا ماکانی شده 160 200. جنسا گرون نشده، پسر وینسون اونجا میکشه. همین آقا این سوسایی که خریدم به گربه مونده ولی نمیخوره. خب معلومه گوشت خودش نمیخوره. آقا یک بسته سیگار میدی؟ سیگار چی بدم؟ اسمشو بلد نیستم، بذار زنگ بزنم ازش بپرسم. الو، میگه سیگار چی میخوای؟ نگو میگه از خودت بگو. میگیش نگو. از خودت بگو، نگو میگه از خودت بگو. میگه از خودت بگو، میگیش نگو. تکنولوژی. آقا اون سنگین ترین سیگار تو بهم بده. چند سال تموم جان؟ 13. ریش. این چیه؟ ریش. اگه پلنه که مزام مهمون ما با هم بریم. آقا نوشابه داری؟ مشکی یا سیاه؟ آقا میروزم به حساب ما. برای هر دیگه حساب ندارم، نقدیات من از سوپرمارکت بالا بخرید، نقدیات من عجیب میگیره. بابا تا میگم یه حساب دفتری قبلی صاف کنه، مگه بهش میگم تو سیگار میکشی؟ به ما چه ربطی داره حالا؟ اینجا همه چی به هم ربط داره، بگیم شت. همین آقای کالباسه که دیشب بردم خیلی مزه بدیمه داد. چون گوشت سگ بود. سالار حساب دفتری بیار دیگه.